بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار آنچه مسائل تو ذکر کردیم حالا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نوری ایمان، نوری قرآن، نوری اسلام را جاگیر بگردانی. همیشه برای راست، برای صراط مستقیم هدایت نمایی. محبت خدا، محبت حبیبت، محبت قرآن در قلبهای مایان جاگیر بگردانی. آنچه مسائل که ذکر کردیم که در امانت خیانت نکردن اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی. پروردگار همه قوم جمعیتی که در اینجا دست بردیم آنها که خیر احسان کردن خدا ما خیر احسان آنها را به درگاه قبول نمایی. سایران آخرت بگردانی. این قوم جمعیت آنچه آرزوهایی که دارند خواه دینی است و خواه دنیایی الله و فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. بیمار اسلام و شفای کامل، حقدار اسلام و خدا و خود نجات، به فرزندان اسلام و فرزندان صالح و صالح کرامت نمایی. به بختای اهل اسلام بختاش نکشاده بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک دعا هستند قبرهاشون پر آخرشون آباد بگردانی. آنانی که در حبس خانه ها هستند پروردگار را زودتر آزاد شده و نزد خاندان نزد فرزندان برگشتن و اعلام نصیب بداری. پروردگار آن مردم هایی که در فلسطین هستند پروردگار زیر شکنجه این کافران قرار دارند پروردگار خود مددگار باشید و دعا کردن از دست من میاره. پروردگار خود مردمان را فریادش برس این ظالمان این کافرانی که برای خست نیت نابود کردن خانه خودت ریجه میکشند و برای محو کردن دینت و محو کردن قرآن و پیغمبرت خودت در نقشه هاشون نیست و نابود بگردان. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا